جدا شدین درسته؟ آره. چرا علتش چی بود؟ عدم سازش. سودین بچه دار نشدین. شانس بدین. از چاله تو چاه میفتین تمام میشید دیگه. تو چاه افتادم. الان تو چاهی؟ این چایی که شما دارین میگین دیگه دارم. شما بچه دارین؟ آره. راست میگی؟ آره. کجاست؟ کلا با پیش رو چی؟ شما نمیاد؟ شروع بودم که شبا میرفتم چک میکردم که ببینم بچم نفس میکشه یا نه. شبا وقتی که میخوابید حواسم بود تتو بکشم روش نفس میکشه چجوریه. من که شب راحت نمیخوابیدم که ببینم بچم چطوریه. این همه وقت ندیدمش. اگر یک روز خدای نکرده من حجابم گذاشتم کنار، اعتقاداتم گذاشتم کنار، فقط یه دلیل داره، اونم این مذهبیای افراطیه.